در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشور کارمندان بخش فرهنگ ناحیه واسه بخشیده بر روز فلک برنامه جالبی کنسرتی را آماده نمودند. میرزا حاجیمدوف و بزرگ سفرов در مقیاس ناحیه و بیرون از آن بین ساکنان همچون بهترین فلکسرایان اعتراف گردیدند. در برنامه ایجادی آنها فلک نقشی کلان دارد. همه خوردی بگیم فلک می‌دادیم دا می‌دا بودیم. نگی داری کلان یک با ما کم کم با تری زمین کوری میکنم. همون سری عدیدم یک میفورم فلک میدنم. خونه دارم خیلی با این فلک را میگیریم. ژانر فلک یک از ژانرهایی است که در دل خلق تیز جا می‌آورد. بعد از همه ژانر دوست داشته من فلک فقط میفورم در وقتی که مانده میشم، در وقتی که بیکار میمونم یا اگر اسباب یا هم دست خالی فلک بزنم که اعصاب مرا شود و خستگیم برطرف شود. توجه مخلصات چقدر امروز به فلک؟ امروز ما میرا گفتیم که حضور مخلصای فلک زیاد چی دستن گوش میکردگی میفهمیدگی برای همون فلک هیچ وقت گم نمیشود، هیچ وقت قدر خودش گم نمیکنه، هیچ وقت از بین خلق نمیره. دویم در نوک زبان خلق همین کدام میره که نبینی خو صنعتکار باشه خو نباشه میره در طاقمونه یگان سرود زمزمه که ریتم فلک قطعی میره. برای همین خلاصه میگویم که فلک ژانر خوب ده که همین آدم‌ها نقص قبول میکنن. میرزا حاجیمدوف با وجود آنکه حافظ غزل‌سرا است به ژانر فلک نیز دلبستگی کلان دارد. او درباره ژانر فلک و نمودهای آن معلوماتی وسیع دارد. با اینجا است فلک بنگاکی ایران در درون ماشین هم باشی میخوانی تر عدیر هم باشی هم بنگاک میگی. بعد دیگه تری گفتم بعد در فلک از جانب یونسکو به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد شدن نمونه میراث فرهنگی ملی ما فلک باعث سرفرازی هر یک ساکن کشور حساب یافته. این صحیفه فراموش ناپذیر در حیات فرهنگی تاجیکستان یکی از دستاوردهای دوران صاحب استقلال است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید